سلام و عرض ادب دوستان. گیاهی رو که میخوام بهتون معرفی کنم گیاه دارویی سنبل ارغوانی با نام علمی استاچیس اینفلاتا از خانواده نعناییان یا همون لامی است. نام‌های فارسی مختلفی بهش گفته میشه، مثل سنبل ارغوانی، سنبل 1 ساله، پولک، سنبل بادکنکی، اولیله. از خواص آنتی باکتریایی این گیاه در درمان جراحت‌های پوستی، جوش‌های صورت، بیماری‌های کبدی و کلیوی، پایین آوردن فشار خون، ضد درد، ضد التهاب و ترمیم زخم، درمان بیماری‌های تنفسی و آرتریت استفاده میشه. اثرات ضد باکتریایی و ضد میکروبی عصاره‌های سنبل ارغوانی قابل مقایسه با آمپیسیلین و دیگر آنتیبیوتیک هاست و حتی در برخی غلظت‌ها از آنتیبیوتیک هم بیشتره. گیاه سنبل ارغوانی بهترین برطرف کننده ناراحتی‌های تنفسی، رفع سرفه خشک، آسم، رفع نفخ، مسکن معده، رفلاکس معده، آرام بخش، اشتها آور، رفع التهاب مثانه، آنتی اکسیدان و ضد عفونی کننده است. همتون به خداوند بزرگ میسپارم به امید دیدار مجدد و معرفی یک گیاه دارویی دیگر.